قبل از ادامه ویدیو لطفاً چنل رو سابسکرایب کرده علامه زنگ را کلیک نمایید تا از ویدیوهایی که در آینده نشر میشد آگاه باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر نهم ماست. امروز ما میخوانیم درباره چی؟ لارینکس. لارینکس از چند قسمت ساخته شده؟ چی نوع غضروف هاست که در ساخت لارینکس ما نقش داره؟ کدام لیگامنت هاست؟ لیگامنت های انترنزیک و اکسترنزیک خود لارینکس و بالاخره عضلات لارینکس و وظایف تمامی این عضلات. لارینکس ما که ما برش وایس باکس هم میگیم، اینی ساختمانی که در شما میبینین از تایروید کارتلیج شروع بالاخره تا به کریکوید کارتلیج، اینی قسمت ما چی میگیم؟ لارینکس میگیم. از قسمت علوی اگه ببینیم لارینکس ما همراه با استخوان هایرد بون موصل شده، اینی قسمت شما مکمل هایرد بون است که ما خوانده بودیم در لکچر قبلی خود، و از قسمت انفیریر یا از قسمت سفلی همراه با تریکیای ما یا ایروی ما وصل شده و از چندین غضروف ها ساخته شده. لارینکس میگیم لارینکس عمل کرد میکنه من حیث یک والف یا سفنکتری که والو که ایروی ما را بسته و باز میکنه و همچنان من حیث یک ساوند پرودیوسینگ اینسترومنت همچنان عمل کرد میکنه، یک وسیله که باعث تولید صدا میشه. کارتلیج هایی که در ساخت لارینکس ما نقش داره، ما 6 نوع کارتلیج داریم که لارینکس ما را میسازه که عبارت از کارتلیج اپیگلوتس، تایروید کارتلیج، اریتنوید کارتلیجز، کریکوید کارتلیج، کورنیکولیت و بالاخره کیونیفورم کارتلیج. این 6 نوع کارتلیج هاست که در ساخت لارینکس ما نقش داره. این همچنان ایره که اینجا میبینین، این تصویر نمای انتیریر یا قدمی لارینکس است و این هم نمای داخلی یا پوستیریر لارینکس ما شماست. در بین این 6 نوع کارتلیج ها یا غضروف هایی که براتون گفتم، در بین این 6 نوع غضروف ها 3 نوع غضروف ما داریم که غضروف جوریس و 3 نوع غضروف ما غضروف طاقه‌ای یا سینگل است. غضروف هایی که سینگل یا طاقه‌ای است غضروف اپیگلوتس می باشه، غضروف کریکوید کارتلیج و بالاخره غضروف تایروید ما که این 3 غضروف های ما غضروف چی است؟ طاقه‌ای یا سینگل می باشه. و غضروف های اریتنوید ما همراه با غضروف کورنیکولیت و غضروف کیونیفورم غضروف های هستند که جوریس یا پیرد می باشند. غضروف کیونیفورم البته اینجا براتون نشان داده نشده واضح، از همون خاطر ما خودم جدا اینجا نوشته کردیم. اریتنوید ما را شما میبینین از بالا تا پایین اگه بیم، چی غضروف جوری باشه چی غضروف طاقه‌ای. در قدم اول در قسمت علوی اگه ببینیم ما اپیگلوتس هم میتونیم دیده. در زیر از او اپیگلوتس همراه با غضروف تایروید ما که در رنگ سرخ اینجا میبینین وصل شده و در رنگ زرد که میبینیم غضروف کریکوید ما است که گفتیم یک غضروف سینگل یا طاقه‌ای است. بالای غضروف کریکوید ما 3 نوع غضروف دیگه است که غضروف جوری است که عبارت از غضروف اریتنوید در رنگ فیروزه‌ای که میبینین. بالای غضروف اریتنوید ما غضروف کورنیکولیت و بالاخره بالای غضروف کورنیکولیت که به شکل آزاد است اینجا نشان داده نشده غضروف کیونیفورم ما داریم که او همچنان در 3 نوع عرصه غضروف های ما غضروف های جوری است. بیایم که در تصویر واضح تر ببینیم. تمام غضروف ها رو فکر کنین که اینجا براتون باز کرده از بالا به پایین. یک نمای انتیریرش است، اینجا ای و انش براتون نوشته نکرده، خیر من نوشته میکنم. یک نمای انتیریر است و این همچنان یک نمای لترالش است. فکر کنین که از اینی قسمت اینی نما را شما سل داریم در اینجا، اینی نما را شما به اینی قسمت سل دارین از نمای لترال. اینی قسمت خود غضروف های لارینکس. از بالا با پایین اگه بیم باز بسر قدم اول ما کدام غضروف داریم؟ اپیگلوتس ما را که غضروف است که برگ مانند است، شکل یک برگ است، شکل یک برگ داره و در تنه خود همراه با غضروف تایروید ما وصل شده. این غضروف تایروید ما شماست. این غضروف تایروید ما شماست که غضروف تایروید ما چندین آناتومیک لندمارک ها داره. از 2 لامنا ساخته شده، لامنای چپ و لامنای راست که لامنای چپ و راست ما همراه با یکی دیگه توسط یک زاویه وصل شده با هم دیگه و این زاویه یک برجستگی را ایجاد میکنه در قسمت گلون ما شما. این زاویه را این برجستگی که توسط اتصال هر دو لامناهای تایروید کارتلیج ما موجود میه، این برجستگی رو ما چی میگیم؟ ادمز اپل باز بعدا براتون نشون میدم که در خانم‌ها و در آقایان چه قسم باشه. در ضمن همراهش ما 2 هارن یا 2 شاخه های خود تایروید کارتلیج رو همچنان میتونیم دیده که شاخه سوپیریر شما میگیم سوپیریر هارن و شاخه انفیریر شما میگیم انفیریر هارن. 2 دانه سوپیریر هارن داریم و
دو دانم انفیریر هورن در قسمت تایروید کارتلیج ما. در زیر تایروید کارتلیج اگر بیایم در نمای انتیریر و همچنان در نمای لاترال شما میتونین 3 دانه کارتلیج های جوره‌ای خود دیده که کدام ها هستن؟ غضروف اریتنوید، این دو تا که کمی در سایز کلانتر است. بالاخره بالای غضروف اریتنوید ما 2 دانه غضروف های جوره‌ای کیونیفورم و کورنیکولیت و بالاخره بالای کورنیکولیت کیونیفورم، اینی غضروف کوچک را که می‌بینین این غضروف کیونیفورم شما است. و بالاخره غضروف آخری ما که شامل خود لارنکس میشه، غضروف چی ماست؟ کریکوید ماست. یگانه غضروف ماست که یک رنگ، یک حلقه کامل را میسازه، the only complete ring. یگانه غضروف ماست که به شکل انگشتر است یا به شکل رنگ است که این رنگ شما میبینید قسمت پهنش که این قسمت میشه در قسمت خلفیش میه و قسمت باریک یا قسمت نازکش در قسمت خود قدامی لارنکس ما شما میره. بود غضروف های خود لارنکس ما که ما گفتیم 6 تا غضروف ما داریم که لارنکس رو میسازه که در بین این 6 غضروف ها 3 غضروف ما جوره‌ای است که عبارت از غضروف اریتنوید، کورنیکولیت و کیونیفورم و 3 غضروف ما غضروف های طاقه‌ای است که کدام ها هستند؟ غضروف اپیگلوتس، غضروف تایروید و غضروف کریکوید که یگانه غضروف است که مکمل حلقه یا یک مکمل رنگ را میسازه. غضروف تایروید را خود را گفتیم که از 2 لامنا ساخته شده، لامنای چپ و راست که لامنای چپ و راست ما همراه با یکی دیگه در یک زاویه اتصال میکنه و بالاخره این ناحیه اتصالش یک ناحیه اتصال هر دوی لامنای تایروید کارتلیج یک برجستگی، یک پرومیننس را در قسمت گلون ما شما میسازه که پرومیننس را ما چی میگیم؟ ادمز اپل. در زاویه‌ای که هر دوی این لامناها همراه با یکی دیگه وصل شده در آقایان میگه این زاویه 90 درجه را میسازه یا زاویه اکیوت را میسازه 90 درجه و در خانم ها این زاویه 120 درجه است. شما اینجا میتونید دیده از اون خاطر است که در آقایان اگر متوجه شده باشین قسمت امی خود انگل تایروید کارتلیج ما یک برجستگی خاص در قسمت گلونشان داره که در جریان صحبت کردن یا در جریانی که غذا خوردن این کاملا یک برجستگی را خودشان هم حس کرده میتونه و یک نفر مقابل هم اگه ببینه در آقایان این برجستگی همان برجستگی خود ادمز اپل است که توسط اتصال هر دو لامناهای تایروید کارتلیج به وجود میاد که ما میگیم ادمز اپل. پیش میریم بالای لیگامنت های تایروید کارتلیج خود صحبت میکنیم. لیگامنت های تایروید کارتلیج ما شامل 2 نوع لیگامنت میباشه که لیگامنت اکسترینزیک برش میگیم و لیگامنت انترینزیک برش میگیم. اکسترینزیک از نامش معلوم است. لیگامنت های اکسترینزیک ما چی میکنه؟ تایروید کارتلیج ما را خود میبخشن لارنکس ما را همراه با در قسمت علوی همراه با استخوان هایت بون وصل میکنه و در قسمت سفلی همراه با تریکیای ما وصل میکنه. یا شما میتونید دیده. و لیگامنت های انترینزیک ما که در قسمت کویته خود داخلی لارنکس ما میباشه غضروف های لارنکس را همراه با یکی دیگه وصل میکنه. میم سر اول بالای غضروف های اکسترینزیک خود صحبت میکنیم. غضروف اکسترینزیک ما 3 نوع غضروف داریم که عبارت از تایروهاید ممبرین، هر یکیش از نامش معلوم است، فقط به نامش دقت کنین. تایروهاید ممبرین وقتی میگیم غضروف میبخشین لیگامنت اکسترینزیک ما که چی میکنه؟ تایروید کارتلیج را همراه با استخوان هایت بون ما وصل میکنه و چون بسیار نازک است از ما خاطر ما ممبرین هم برش چی میگیم نام میبریم یا غشا همچنان برش میگیم. تایروهاید ممبرین هم میتونیم گفته و تایروهاید لیگامنت همچنان میتونیم گفته. این مکمل لیگامنت پهنه که شما اینجا ببینید بسیار نازک بسیار باریک که تایروهاید ممبرین همچنان برش میگیم. لیگامنت است که تایروید کارتلیج شما رو باردر سوپیریر تایروید کارتلیج شما را همراه با باردر انفیریر هایت بون چی میکنه؟ وصل میکنه. در 2 نقاط این لیگامنت زخیم میشه و یگان فولد ها را پیدا میکنه. مثلا در ناحیه میدیان یا در ناحیه میدلاین امی لیگامنت شما زخیم شده که برش ما چی میگه؟ میدیان تایروهاید لیگامنت. این قسمت برجستگی خود می لیگامنت کم زخیم شده که ما میگیم چون در میدلاین است ما چی میگه؟ میدیان تایروهاید لیگامنت. و 2 برجستگی ها 2 زخامت در قسمت لاترال در نهایت لاترال خود می تایروهاید ممبرین یا تایروهاید لیگامنت ما میتونیم دیده چون در نهایت لاترالش هست ما چی میگیم؟ lateral thyroid ligament و بالاخره median thyroid ligament و بقیش مکمل یا thyroid membrane یا thyroid ligament برش میگیم. لیگامنت دوم ما که بازم از نامش معلوم است لیگامنت چی میگیم برش؟ کریکوتریکل لیگامنت که در بین باردر انفیریر از باردر انفیریر کریکوید کارتلیج ما تا به
کجاست؟ تا بر تریکیا. اینی قسمت که شما ببینید چی میگه میره؟ کریکو تریکیال لیگامنت که یک لیگامنت اکسترینزیک ماست و باعث اتصال کریکوید کارتلیج همراه با تریکیا ما میشه. تخیا نیست، تریکیاست. بالاخره لیگامنت سوم اکسترینزیک ما که کدام لیگامنت است؟ لیگامنت هایو اپیگلوتال لیگامنت که بازم از نامش معلوم است چی میکنه. لیگامنت هایو اپیگلوتال ما چی میکنه؟ اپیگلوتس رو همراه با استخوان هایبون ما وصل میکنه. اینی است لیگامنت هایو اپیگلوتال لیگامنت ما. و یک لیگامنت دیگه رو همچنان شما اینجا میتونین دیده که بازم از نامش معلوم است چی میگن برش؟ تایرو اپیگلوتال لیگامنت که تایروید کارتلیج رو یا اپیگلوتس رو همراه با تایروید کارتلیج چی میکنه؟ وصل میکنه. این بود لیگامنت های اکسترینزیک شما که باعث اتصال لارنکس شما همراه با ساختمان های دیگه میشد. مثل لیگامنت های انترنزیک خود ما یک لیگامنت انترنزیک داریم که برش در جمع یک لیگامنت انترنزیک داریم که ما برش فایبرو الاستیک ممبرین همچنان میتونیم گفته و چی میکنه؟ لاینز اینر لارنجیال کاویتی. لارنجیال کاویتی شما را از سمت داخل، از قسمت داخل چی میکنه؟ میپوشونه. شامل دو بخش میباشه که این دو بخش های شما چی میگیم؟ لور کریکوتایروید لیگامنت یا لور کریکوتایروید ممبرین و بالاخره an upper quadrangular membrane. دو بخش داره. لیگامنت انترنزیک ما که لیگامنت انترنزیک خود را ما فایبرو الاستیک ممبرین همچنان میگیم. شامل دو بخش است که بخش لورش و بخش لور و بخش اپر. بخش اپرش میگیم quadrangular membrane و بخش لورش میگیم کریکوتایروید لیگامنت. بیایم سر هر دویش بحث کنیم که از کجا شروع و تا به کجا ختم است و کدام ساختمان های مهم را میسازند. کریکوتایروید لیگامنت ما که ما گفتیم یک لیگامنت لور ماست. اینجا شما میتونین دیده کریکوتایروید لیگامنت که بازم هر یکیش که میخوانین کوشش کنین بالای نامش خط کنین. کریکوتایروید یعنی از کجا شروع؟ از غضروف کریکوتایروید ما شروع، از باردر علوی کریکوتایروید ما شروع، از باردر سوپیریور کریکوتایروید ما شروع، بالاخره با قسمت داخلی خود تایروید کارتلیج ما چی میکنه؟ انزرت میشه. این در قسمت فیروزه‌ای که یا در قسمت در رنگ آبی که شما می‌بینید مکمل کریکوتایروید لیگامنت شماست. این را هیچگاه همراه با کریکوتریکل لیگامنت اشتباه نکنین. بعضی هستن که همراه با کریکوتریکل لیگامنت اشتباه میکنه. کریکوتریکل لیگامنت ما لیگامنت اکسترنزیک ما بود که کریکوید کارتلیج را همراه با تریکیا ما وصل میکرد. اما کریکوتایروید لیگامنت ما لیگامنت انترنزیک است که باردر سوپیریور خود کریکوید کارتلیج را همراه با قسمت‌های داخلی تایروید کارتلیج ما وصل میکنن. در بعضی از نقاط کریکوتایروید لیگامنت ما کم زخیم میشه. مثلا در میدلاین بعضی ضخامت ها ایجاد میکنه. در میدلاین که زخیم شد اینا ما چی میگیم؟ میدین کریکوتایروید لیگامنت. و در بعضی از نهایات آزاد خود زخیم میشه که میره شما میتونین در رنگ زرد نهایت آزادش است که ما چی میگیم؟ ووکال لیگامنت. در قسمت میدین که زخامتش ما چی میگفتیم؟ میدین کریکوتایروید لیگامنت و نهایت های آزادش ما چی میگفتیم؟ ووکال لیگامنت. دیجا بازم یک بار تکرار میکنم که گنگ نشه برتان. لیگامنت کریکوتایروید خود گفتیم. لیگامنت کریکوتایروید ما از کجا شروع؟ از باردر سوپیریور خود کریکوید کارتلیج ما شروع. این مکمل کریکوید کارتلیج شماست و بالاخره انزرشنش در قسمت داخلی تایروید کارتلیج و همراه با ووکال پروسس اریتنوید کارتلیج. این اریتنوید کارتلیج ماست که دو دانه اریتنوید کارتلیج ما داریم گفتیم جوره ایست. یک ووکال پروسس داره. این قسمتش ما میگیم ووکال پروسس. دو پروسس داره. این قسمتش ما میگیم ووکال پروسس. ووکال پروسس و بالاخره این قسمتش ما میگیم ماسکولار پروسس. ماسکولار پروسس و دارای یک اپکس میباشه. این کارتلیج اریتنوید ما که قبلا یادم رفت که براتون بگیم ببخشید این قسمتش بیس یا قاعدهش است و این قسمت نقطه‌ازش که در قسمت بالایی است ما چی میگیم؟ اپکس یا ذروهش. اینجا جای نمیشه. اپکس یا ذروهش میگیم. خب این تایروید کارتلیج شماست. ببخشید اریتنوید کارتلیج شماست. اریتنوید کارتلیج ما گفتیم یک قاعده داره، یک ذروه داره. قاعدهش همراه توسط قاعدهش همراه با غضروف کریکوید ما وصل شده. این قسمت و یه دو پروسس داره گفتیم که یک پروسس ما چی میگیم؟ ووکال پروسس و پروسس دیگه شما میگیم ماسکولار پروسس. لیگامنت کریکوتایروید ما را گفتیم که از کریکوید کارتلیج شروع تا به قسمت داخلی تایروید کارتلیج ما انزرت شده و
در قسمت های خود وکل پروسس اریتنوید کارتلیج ما و یک برجستگی یک ضخامت در نهایات خود ایجاد میکنه در نهایات و در قسمت مدلاین خود که ضخامتی که در مدلاینش ایجاد میشه تو ما میگفتیم میدین کریکوتایروید لیگامنت و ضخامتی که در نهایت آزادش ایجاد میشد اون ما میگفتیم وکل لیگامنت. این است وکل لیگامنت ما که چه گفتیم فری مارجنز فام وکل لیگامنت. این قسمت خود وکل لیگامنت که به شکل چی خود یک نسجی اینجاش ما میتونیم دو وکل لیگامنت ما داریم که نهایت آزاد خود کریکوتایروید لیگامنت است. وکل لیگامنت های ما لیگامنت های هستند که ترو وکل فولدز را میسازند و فاصله که بین این هر دو وکل فولد ها ایجاد میشه این ما چی میگیم ریما گلوتس. این قسمت وقت بسته میشه وکل فولد ها رو میگه این تصویر شما میدیدین تصویر بسته شدگی خود وکل فولد های ما هوا از خود قسمت تریکیای ما وقتی از اینجا مبرای و یعنی وقتی ما صدای خود میکشیم هوا از قسمت تریکیا خارج میشه و باعث وایبریشن هر دوی این وکل فولد ها میشه که بالاخره باعث تولید صدای ما میشه. این فاصله وقت باز و بسته میشه باعث تولید صدا و همچنان وقت فعل بله را ما انجام میدیم بعضی عضلات هست که باز دستلاده بعدی ما میخوانیم که چه قسم این عضلات باعث بسته شدن وکل فولد های ما میشه. این بود لیگامنت کریکوتایروید ما. لیگامنت دیگه که بخش اپر انترنسیک لیگامنت ما رو میساخت ما چی میگفتیم برش کوادرانگولار لیگامنت. کوادرانگولار لیگامنت ما میگه که اکستند میکنه از لاترال سرفیس اپیگلوتس. این قسمت که میبینین شما خضروف اپیگلوتس شماست. اپیگلوتس از قسمت لاترالش امتداد داره از قسمت لاترال خود اپیگلوتس تا به anterior lateral surface arytenoid و corniculate cartilage. این قسمت این غضروف اریتنوید ما شماست. این یا غضروف کارنیکولیت ما شماست از سمت لاترال اپیگلوتال کارتیلیج ما امتداد داره تا با قسمت های anterior lateral اریتنوید و کارنیکولیت کارتیلیج و این را همچنان که میبینین در رقم خود لیگامنت کریکوتایروید ما یک نهایت یک مارجن های آزاد داره که مارجن های آزادش کم ضخیم شده و این ضخامتش ما چی میگیم vestibular folds. vestibular folds یا vestibular ligament هم برش میگیم که این قسم یک فاصله که همراه با وکل فولد همراه با میخشن vestibular fold چپ و راستی که ایجاد میشه. این تصویر شما میتونین در رنگ سفید که اینجا میبینین در رنگ سفید که اینجا میتونین شما دیده این مکمل وکل لیگامنت شما باشه که ضخامت خود کریکوتریکل لیگامنت بود و اینی قسمت ها را که میبینین در رنگ کم مایل به زرد مایل به شرچایگک اینی چی هست؟ نهایت آزاد خود کوادرانگولار لیگامنت است که ما میگیم vestibular fold و vestibular fold های ما false vocal fold می باشه یا فولد های کاذب. فالس وقتی میگیم یعنی در تولید صدا هیچ کدام نقش ندارد. فاصله که بین هر دو نهایات وکل لیگامنت ایجاد میشد ما برش میگفتیم ریما گلوتس. اما فاصله که بین دو نهایات وستیبولار لیگامنت ما ایجاد میشه این ما چی میگیم ریما وستیبولای. نم سر عضلات انترنزیک خود لارنجال انترنزیک مسلز که شامل 6 عضله است. کدام ها هستند؟ عضله کریکوتایروید مسل، عضله کریکو اریتنوید مسل، عضله اریتنوید مسل، عضله اپیگلوتیک مسل که هر یکیش از نامش معلوم است، عضله وکالیس و بالاخره عضله تایرو اریتنوید مسل. تمام این عضلات توسط عصب ویگاس ما که عصب دهم ما میشه اینرویت شده. میایم سر هر یکیش گپ میزنیم سر اوریجن و بالاخره انزرشنش و وظیفهش که چی وظیفه داره. عضله کریکوتایروید ما که شامل دو بخش است. عضله این عضله را که می‌بینین عضله کریکوتایروید ما یک بخش استریت داره، این بخش هم بخش استریت میگیم و یک بخش چی داره؟ ابلیک یا کج داره. بخش استریتش اوریجنش از خود کریکوید کارتیلیج و بالاخره بالای کجا؟ بالای مارجن انفیریر تایروید کارتیلیج ما انزرت میشه. بخش ابلیکش از کریکوید کارتیلیج شروع منشأ میگیره بالاخره بالای انفیریر هارن تایروید کارتیلیج انزرت میشه. وظیفهش چی است؟ میگه وقتی که عضله کریکوتایروید شما انقباض کنه، کانترکت کنه، چی میکنه؟ تایروید کارتیلیج شما را به طرف قدام میاره. به طرف قدام که تایروید کارتیلیج شما آمد، این فکر کنین تایروید کارتیلیج شماست، به طرف قدام
وقتی ای آمد طرف قدام وقت حرکت کرد از باعث خود انقباض عضله کریکوتایروید شما چی میکنه؟ وکل لیگامنت شما را تنس میکنه. اینی وکل لیگامنت های شماست. وکل لیگامنت شما را تنس میکنه یا شخ میکنه و وکل لیگامنت وقت شخ شد، وقت تنس شد، صداهای با پیچ با فرکانسی بسیار بلند تولید میشه. مثال وکل لیگامنت شما مثالش شبیه یک چی می باشه؟ وکل لیگامنت مثل یک تار یک گیتار است. شما میفهمید تار گیتار وقت سخت باشه، وقت تنس باشه، صدایی که تولید میکنه صدای بلند تولید میکنه. اما وقت شل باشه، تارش خراب شده باشه، شل شده باشه، چی میکنه؟ صدای با فرکانسی با پیچ بسیار پایینتر تولید میکنه. همانند همون تارهای گیتار خدمی وکل لیگامنت شما هست. وکل لیگامنت شما وقت شخ شد، وقت تنس شد، صداهایی که تولید میشه با پیچ بلند تولید میشه. اما وقت شل شوه، صداهایی که تولید میشه با پیچ پایینتر تولید میشه. عضله کریکوتایروید ما چی میکنه؟ خود تایروید کارتلیج ما رو به طرف قدام پیش میره، به طرف قدام که ورد وکل لیگامنت های شما تنس میشه. تنس که شد، صدای با فرکانسی با پیچ بلند تولید میشه. بود عضله کریکوتایروید ما. عضله دیگه ما که ما برش کریکو آریتماید میگیم شامل دو بخش میباشه. بخش پوستیریرش، اینجا شما میتونین بخش پوستیریر خود کریکو آریتماید مسل و بخش لاترال کریکو آریتماید مسل دو بخش داره. بخش پوستیریرش خب دقت کنین، بخش پوستیریرش از کجا شروع تا به کجا ختم؟ بخش پوستیریرش از کریکوید کارتلیج ما شروع. اینی کریکوید کارتلیج ماست، یگانه کارتلیج بود که مکمل یک رنگ کامل را می ساخت. از کریکوید کارتلیج شروع بالاخره تا مارجن پوستیریر مسکولار پروسس آریتماید کارتلیج. این قسمتی که میبینین مسکولار پروسس آریتماید کارتلیج بود که ما گفتیم مسکولار پروسس، و این قسمت اگه یادتان باشه وکل پروسس آریتماید کارتلیج بود. عضله پوستیریر کریکو آریتماید ما از کریکوید کارتلیج شروع تا به کجا؟ تا به مسکولار پروسس آریتماید کارتلیج. وقت ای عضله انقباض کنه، وقت عضله پوستیریر کریکو آریتماید ما انقباض کنه، چی میشه؟ باعث اکسترنال روتیشن کارتلیج چی ما میشه؟ آریتماید ما میشه. این وقت انقباض کنه آریتماید کارتلیج شما را طرف خلف میاره. این قسم دار خوردگی اکسترنال پیدا میکنه، اکسترنال روتیشن. و وقت آریتماید کارتلیج ما اکسترنال روتیشن میکنه، چی میکنه؟ وکل فولد های شما باز میشه. یکی طرف خلف آمد، وکل فولد های شما او طرف میره و باعث باز شدن وکل فولد ها میشه. و یگانه عضله است عضله پوستیریر کریکو آریتماید ما که باعث باز شدن وکل فولد های شما میشه. وکل فولد های ما چی وقت باز میشه؟ در جریانی که ما تنفس میکنیم مثلا، یا در هنگامی که ما یک صدا را میکشیم، در وقت چی میشه؟ وکل فولد های شما باز میشه، بسته میشه در جریان صحبت کردن. اما در جریان تنفس کاملا باز میشه وکل فولد های ما. و یگانه عضله ما بود که در باز شدن خود وکل فولد های ما نقش داشت. عضله دیگه که شامل بخش خود عضله کریکو آریتماید ما میشه کدام است؟ عضله لاترال آریتماید ما. لاترال کریکو آریتماید ما که این عضله است و از کجا شروع تا به کجا ختم؟ از خود کریکوید کارتلیج شروع. این کریکوید کارتلیج است، ازش شروع تا به بردر انتیریر خود مسکولار پروسس آریتماید کارتلیج شروع. وقتی این عضله وقتی کانترکت کنه باعث انترنال روتیشن چی میشه؟ باعث انترنال روتیشن آریتماید کارتلیج شما میشه. این آریتماید کارتلیج شماست. وقتی عضله لاترال کریکو آریتماید ما انقباض کنه باعث انترنال روتیشن آریتماید کارتلیج شما میشه. و آریتماید کارتلیج شما وقت طرف انترنال، طرف داخل وقتی یک روتیشن داد چی میشه؟ باعث کلوزر وکل فولد شما میشه. این وکل فولد شماست. وقتی داخل آمد وکل فولد های شما کاملا بسته میشه. و در چی وقت بسته میشه وکل فولد های ما؟ وقتی ما صدا میکشیم که در جریان گپ زدن ما گفتیم که وکل فولد های ما در حالت کاملا بسته شده نباشه، یا باز یا بسته، یا در بین باز و بسته، یا کاملا بسته یا کاملا باز میباشه. و این عضله بود که در خود بسته شدن وکل فولد های ما نقش داشت، عضله لاترال کریکو آریتماید ما. عضله دیگه ما که ما برش چی میگیم؟ عضله آریتماید مسل. عضله آریتماید مسل ما که شامل دو بخش است. بخش چی برش میگیم؟ بخش ترانسورس و بخش آبلیک. بخش ترانسورس ما که در این تصویر شما
در رنگ یاسمندی پک اینجا شما میتونید بخش ترانسورس اریتنوید مسل و در رنگ یاسمندی تاریک که جا میبینید عضله بخش آبلیک خود اریتنوید مسل. عضله ترانسورس اریتنوید ما که غضروف‌های اریتنوید را با هم وصل میکرد اگر انقباض کنه چی میکنه؟ اگر اینی عضله انقباض کنه چی میکنه؟ وکل فولد های شما را ابدکت میکنه. ابدکت یعنی بسته میکنه، طرف یکدیگر نزدیک میره، بالاخره بسته میشه. و عضله آبلیک همچنان از کجا شروع تا به کجا ختم؟ عضله آبلیک ما که دنی تصویری که نحب شما خوبتر میتونید دیده، از ماسکولار پروسس یک اریتنوید کارتلیج شروع، این قسمت است از ماسکولار پروسس یک اریتنوید کارتلیج شروع بالاخره تا به اپکس اریتنوید کارتلیج مقابل. از ماسکولار پروسس یک اریتنوید کارتلیج و به شکل آبلیک است چون کج رفته به طرف بالا رفته تا به اپکس اریتنوید کارتلیج مقابل خود. وقتی این عضله همچنان کانترکت میشه چی میکنه؟ باعث ادکشن و کلوزر وکل فولد شما میشه. دو بخش این عضلات باعث ادکشن و کلوزر وکل فولد شما میشه. عضله دیگه که ما داریم عضله آر اپیگلوتیک مسل که از نامش معلوم است، عضله است که از اریتنوید کارتلیج آر اپیگلوتیک که برش میگیم از اریتنوید کارتلیج ما شروع بالاخره تا به کجا؟ تا به اپیگلوتیس، تا به سمت لترال اپیگلوتیس ما. این عضله وقتی انقباض کنه باعث چی میشه که اپیگلوتیس شما را کاملا پایین میره، به طرف پایین کش میکنه و لرنجل انلت شما کاملا بسته میشه، مثل یک سرپوش یک دیگ است. یعنی خود اپیگلوتیس ما وقتی این عضله انقباض کنه اپیگلوتیس شما پایین میره و مکمل لرنجل انلت شما را بسته میکنه که در چی وقتی کار میشه؟ در کدام وقت امی اپیگلوتیس شما بسته میشه و لرنجل انلت شما را بسته میکنه؟ جریان عملیه بله. وقتی شما بله میکنین سوالوینگ شما میکنین تا ای که جلوگیری از این شوه که غذا در داخل لرنجل انلت شما در داخل ایروی شما نره. از امون خاطر لازم است که اپیگلوتیس شما بسته شوه کاملا و لرنجل انلت شما را بسته کنه. در بعض جایا گفته شده که بعض فایبرهای خود اپیگلوتیس خود عضله ار اپیگلوتیس شما از منشأش از کجاست؟ از اینی عضله خود آبلیک پارت اریتنوید مسل شما. از اینی بعض فایبرهایش از اینی از قسمت سوپیریور عضلات آبلیک اریتنوید منشأ میگیره، اما بعض عضلاتش بعض فایبرهایش مستقیم از خود غضروف اریتنوید شما. وظیفه چی است؟ کلوزر لرنجل انلت در جریان عملیه بلع تا اینکه غذا در داخل وارد ایروی شما نشه. عضله دیگه که ما داریم که شامل عضلات انترنزیک خود لرنجل میشد، خود لرنکس میشد، عضله وکالس ما داریم و عضله تایرو اریتنوید مثلا. عضله وکالس ما کینی عضله است، شما اینجا میتونید دیده، اینجا یک خط بکشم، اینی عضله وکالس شما میشه در قسمت پایین و در قسمت بالایی عضله تایرو اریتنوید شما. عضله وکالس ما از کجا شروع؟ از وکال پروسس اریتنوید کارتلیج شروع. این اریتنوید کارتلیج است، این یا وکال پروسسش است. از وکال پروسس اریتنوید کارتلیج شروع بالاخره در کجا انزارت میشه؟ در خود وکال لیگامنت، این در رنگ سفید که میبینین وکال لیگامنت شماست، بالای وکال لیگامنت و بالای زاویه خود تایروید کارتلیج در سمت داخلی در قسمت زاویه تایروید کارتلیج انزارت میکنه. وظیفه‌اش چی است؟ وقتی این عضله کانترکت کنه باعث ریلکسیشن آزادی خود وکال فولدش میشه. این وکال فولدش ماست باعث آزادی یا شل شدن یا ریلکسیشن وکال فولدش میشه و بسیار یک ادجستمنت های کوچک را با وجود میاره، ادجستمنت های بسیار کوچک صدایی. عضله دیگه که ما داشتیم که ما برش تایرو اریتنوید مثلا گفتیم، این عضله ماست، عضله تایرو اریتنوید که بازم از نامش معلوم است از کجا تا به کجاست. منشأش از خود غضروف تایروید کارتلیج ما که از قسمت انگل، از قسمت داخلی خود انگل و بالاخره انزارشنش بالای قسمت های قدامی خود اریتنوید کارتلیج. وقتی میگه انقباض کنه brings arytenoid close to thyroid cartilage causing loosening of vocal folds. یعنی بازم رقم وکالس باعث ریلکسیشن خود وکال فولدش ما میشه، اما ادجستمنت یک کم کلانتر نسبت به عضله وکالس را با وجود میاره. این باعث لارج ادجستمنت میشه عضله تایرو اریتنوید شما و عضله وکالس شما باعث ادجستمنت های کوچک میشه. بریم سر وظایف لارنکس اگه گپ بزنیم. همه چیزا را که خواندیم درباره لارنکس، وظایف لارنکس چیه؟ قدم اول نقش داره در سوالوینگ. وقتی سوالوینگ ما میکنیم مکمل
وکال فولد های ما بسته میشه. اپیگلوتس ما اینی را که شما میبینین این برجستگی خود اپیگلوتس است، کاملا مثل دیگ سرپوش واره میبخشین سرپوش دیگ واره کاملا بسته میشه، طرف پایین میه و وکال فولد های شما بسته میشه. و وظیفه دیگه چیه؟ فونیشن. در جریان فونیشن چی میشه؟ air causes vocal folds to vibrate between open and closed positions when we talk. وقتی گپ میزنیم، وقتی صحبت میکنیم، چی میکنه؟ وکال فولد های شما در جریان در حالت باز و بسته شده است، اما وقتی صداهای بلند، صداهای با پیش بلند وقتی چی میکنیم تولید میکنیم، کاملا وکال فولد شما تنس میشه که فقط هم یک عضله کریکوتایروید ما بود، کریکو آریتموید ما بود، بخش خلفیش که در خود تنسنینگ وکال لیگامنت شما نقش داشت و در جریان تولید صدای با پیچ بلند. وظیفه سومش چیه؟ بریدینگ. که در شما میتونید در جریان بریدینگ وکال فولد های شما کاملا باز میشه و ایروی شما، تریکیای شما باز میشه تا اینکه تنفس شما گرفته بتونین. و وظیفه چهارمش چیه؟ افورت کلوزر، که در جریان افورت کلوزر ما وکال فولد های ما همراه با وستیبولار فولد، وستیبولار فولد این قسمت خارجی و بالاتر با وکال فولد ها وجود داره، وکال فولد های ما همچنان همراه با وستیبولار فولد هر دویش کاملا بسته میشه در جریان افورت کلوزر. وقتی شما با زور، با فشار، با افورت چی میکنین؟ لارنجال اینلت شما را بسته میکنین که چی وقت است؟ جریانی که یک وسیله سنگین شما، یک وسیله گرنگ شما چی میکنین؟ میوردونه که متوجه شما باشین قسمت گلون شما کاملا با فشار بسته میکنین. که می وظیفه چی است؟ لارینکس است. این 4 وظایفش بود. وظیفه اول سوالوینگ، دوم فونیشن در تولید صدا، سوم بریدینگ در تنفس و چهارم افورت کلوزر در جریانی که شما یک وسیله بلند رو بلند میکنین و انترا ابدومینال پرشر خود زیاد میکنین، چی میکنین؟ لارینکس کاملا بسته میشه. این بود وظایف شما. وظیفه لارینکس رو ما خواندیم. لکچراتون رو نمیجه تمام میشه. کدام سوال اگر داشته باشین میتونین بپرسین.